تشریف بیاریم بالا. میایم بچه ها، بیاین ببینیم مثالشو بدونی چیه. وقتی اسم سرنگ میاد همه میترسن، یه ترس خاصی داره، اما ما بعضی سرنگ میخوایم برای مزه‌دار کردن مرغمون استفاده کنیم. زعفرون دم کرده همراه با آب پیاز و نمک و ادویه ها رو حل کردیم. اوف، همیشه از آمپول میترسیم. تزریق میکنیم تو مرغمون. میذاریم 1 ساعت بمونه توی یخچال. برنجمون رو گذاشتیم آبکش بشه. چون میخوایم زمان زیادی بذاریم که این مرغ سالم بپزه، باید برنجمون رو زنده برداریم. پیاز رو میریزیم سرخ بشه. زرشک میریزیم. زرشکمون رو نیم ساعت خیس کردیم، گلاش ته‌نشین شده. میریزیم 2 تا همش میزنیم. یه ذره که زرشک تفت خورد کشمش میریزیم. کشمش باید زود برداشته بشه چون میسوزه دیگه. حالا یه جوری با هم میریزیم که تا زرشک سرخ بشه. و گردو نمک، فلفل، ادویه هر چی لازمه میزنیم. الان همه‌شون اندازه هستن. زردچوبه رو میزنیم و میریزیم تو شکم مرغمون. دیگه بیشتر از این نباید تفتش بدیم، زیرشو خاموش میکنیم. جلو دوربین غذا درست کردن خیلی سخته، خیلی یعنی زمان بره. ما از صبح تا حالا گیرشیم. میایم مواد رو که همه چی بهش زدیم و میریزیم تو شکم مرغ که 1 ساعت استراحت کرده. بعضی وقتا اینقدر محو غذا میشم که خدا یا خوب بشه بد بشه که فراموش میکنم باید فیلم رو درست بگیرم. شکم مرغ رو با این مواد پر میکنیم. پر که شد تا اونجایی که جا داره هم فشار میدیم تا خوب مواد بره داخل. بعضیا رو به انار میزنن بهش، بعضیا آلو بخورا میزنن بهش. من اونجوری دوست ندارم، بچه ها هم دوست ندارن، برای همین خیلی چی نمیکنم. بعدش هم این روزا از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست. حالا میایم گردن مرغ رو میزنیم از این قسمتی که سوراخ هست فرو میکنیم. باید هم امون بیرون نیاد. بعد پاهای مرغ رو هم اینجوری محکم میبندیم. پوست رو میذاریم رو هم، پاهای مرغ رو میبندیم. اوه افتاد پایین. که موقع سرخ کردن از هم باز نشه پاها. کتفش هم میبندیم. غذامون خدا کنه تا اون موقع آماده بشه. الان پای مرغ و قشنگ رو هم بس. واقعا به سختی بستمش. برای همین دوربین رو قطع کردم. مجبور شدم
یه سری تکنیک ها روش بزنم. الان مرغ ما آماده هست برای سرخ شدن. بریم سرخش کنیم. تو این میذارم سرخ میشه. اول که مایتابه مسی ندارم میذارم تو دیگه مسی، بعدشم چون دیواراش بلنده باعث میشه که روغن پخش نشه، چون مرغمون خیسه. بالاخره مواد ریختیم، زعفرون ریختیم، خیسه. یه درم آماده کنم. بچه‌ها مجبور شدم برای ظهر بچه‌ها، چون ما داریم میریم بیرون، یه نمونه غذای دیگه درست کنم. حالا مرغمون رو با احتیاط برمی‌داریم. اینم آماده. میذاریم تا مرغمون خوب سرخ بشه. خودش وقتی خوب سرخ شد از قابلمه یا مایتابه جدا میشه. باید بذاریم خوب سرخ بشه، بعد وارونش کنیم از بغل، از 4 طرف، بعد بذاریم سرخ بشه. یه غذای خوشمزه. حالا تو فاصله ای که مرغ داره سرخ میشه بریم سالاد درست کنیم. پشت مرغ سرخ شده، حالا بغلاش هم به همین صورت سرخ میکنیم. 4 طرفش که سرخ شد میذاریم وسط بره. سالادمون سالاد فصله. کاهوها رو ریز ریز برخورد کنیم. بچه‌ها فیلم گرفتن جلو دوربین بارها گفتم خیلی سخته، مخصوصا آشپزی که زمان بره و مخصوصا اگه بخوای تنها کار کنی و خودت فیلم بگیری، خودت ادیت کنی، خودت ظرف بشوری، خودت غذاهاتو آماده کنی. به خاطر همینه که بعضی وقتای بی‌نظمیای تو فیلمای من هست، چون همیشه تنها هستم، کمکی ندارم که موقع کار کردن از من فیلم بگیره. به بزرگواری خودتون ببخشید. مسافرای نوروزی هم همه رفتن. بو عطر بهار نارنج همه جا رو گرفته. جای همگی خالیه تو شیراز. بهترین فصل برای اومدن به شیراز اردیبهشته. اگه میخوای بو بهار نارنج داشته باشی فروردین، نیمه فروردین. گلای رنگارنگ، انواع و اقسام گلا، اردیبهشت. وای زنگ زدن، برم ببینم کیه. اداره برق بود، اومد کنتور برق و نگاه کرد و رفت. ما هم جوری که داریم خرد میکنیم کارهای تزیین سالادمون هم انجام میدیم. خیارا رو با برشای کج زدم که خیاراش هم خیارای درختیه. تمیز شستم پوست خیارا رو، چون میخواستم با پوست بذارم، گفتم کثیف نباشه. تمیز شستم. خب اینم از خیار. بریم سراغ گرجه. حتما قسمت های سبز گرجه رو بکنید. نه از قشر پولدار جامعه هستم، نه از قشر ضعیف. یه حقوق کارمندی داریم، در کنار بچه ها و همسر حقوق خرجش میکنیم. یه مقدار شغل آزاد. بچه ها که دیگه خدا رو شکر خودشون میرن سر کار، اما حقوقی ندارن. واقعا جوانای امروزی حقوقی ندارن که بخوام بگم برج 8 میلیون 9 میلیون برای یه جوان 20 خورده ساله دیگه نمیشه بگی حقوق. اما خب الهی شکر که مشغول یه کاری هستن و سرگرمن. منم که اگه مجلس باشه و فیلم برداری باشه، آتلیه ندارم میرم فیلم برداری. اگرم که نباشه دارم در کنار فیلم برداریم کارهای یوتیوب رو من انجام میدم. به خاطر چشمام چند ماه نتونستم برم فیلم برداری، چون عمل کردم واقعا دیگه فیلم برداری برام سخت.
دعا میکنیم برای همه جوونا، چون واقعا زندگی داره سخت و سخت‌تر میشه. صدای چلیز پلیز مرغم هم داره میاد، فکر کنم دیگه سرخ شده. بریم ورش داریم بذاریم دم بکشه که زمان بره دم کشیدنش. یعنی بعضی از غذاها زمان زیادی میخواد تا دم بکشه. برای درست کردن یک کلم قرمز، چون کلم قرمز خیلی سفته، برای درست کردن کلم قرمز ترک، کلم‌ها رو که ریز ریز کردیم میایم چیکارش میکنیم؟ یا تو آب لیمو یا آبغوره یا سرکه میخوابونیم. بعضیا همینو میکنن ترشی، خیلی خوشمزه میشه خیلی. اما به دستور سرآشپز میایم اینا رو توی ترشی که هم رنگ خوش رنگی پیدا میکنه، حالت آلبالوی رنگ میشه، هم طعم خیلی خوشمزه پیدا میکنه و همین هم که زیبایی خاصی به سالادمون میده. خالی خالی هم میشه خورد، به عنوان ترشی خالی خالی هم میشه خورد. اصلا دارم معرکه کار میکنم و هم خرد کردن و هم تزیین کردن خیلی کار سختیه. کلم‌ها رو هم که نازک کار و اعمال شاقه که میگن کار منه. یه سلفون هم میکشیم رو سالادامون که خراب نشه، چون میخوایم بریم راه دور. و سس مایونز هم آماده میکنیم برای روش. ببین حمیده چه کرده. احسن، خوب بود. حالا خوبه برای بیرون رفتن خوبه. بریم یه سر به مرغمونم بزنیم و دیگه 4 طرفش سرخ شده، آماده هست برش داریم و برنجمون رو بریزیم داخلش. ببین حمیده چه کرده، دلبری میکنه مرغا. نصف از برنج رو میریزیم برای ته دیگمون. روغن ریختیم، آبم ریختیم. مرغمون رو سالم میذاریم رو لایه اولی، بقیه رو میریزیم رو مرغمون که اطراف مرغ پر بشه از برنج. بچه‌ها خیلی دونه برنج زنده گرفتم و یه آب روغن هم لازم داره. بعد از یه ربع ساعت که پخته شد برنجامون، باید یه آب روغن مشتی درست کنیم، بدیم که مغز برنجمون پوک بشه. اگه قابلمه کوچیک‌تر بود واقعا جا کم می آوردم. خب در دیگمون رو میذاریم. ببینیم باز حمیده چه کرده. حالا بریم پس زمینه رو درست کنیم. دیگه دست تنها کار کردن همینا هم داره. اینم وسایلایی که دارم جمع میکنم، میوه و ترشی و سالاد و اینا، و که آماده بشیم بریم بزنیم کو. سلام دوستان، امیدوارم هر جای دنیا که هستی حال دلت عالی 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 باشه. بعد از یه غذا درست کردن و یه خونه تمیز کردن اومدیم کوه دراک. بعد هی بگین شیرازی ها تنبلن، شیرازی ها میان کوهنوردی تا بالای آلاچیقی که میخوان برن با ماشین میرن، هم کوهنوردی کردن هم استراحت کردن و دیگه حق ندارین درباره شیرازی ها حرف بزنید. با هم بریم ببینیم
کوه دراک آلاچیقای بالاش چجوریه. باید بریم اون بالا 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 توی آلاچیقا. شیرازی همین جورن ها، با ماشین میرن کوهنوردی. کوه دراک اومدیم. کوه دراک به کوه مادر یا کوه برفی هم معروفه. کوهیه که در شهر شیراز از غرب این شهر آغاز میشه و با گذشتن از شمال غربی شهر ادامه پیدا میکنه تا روستای علی آباد تموم میشه. در قله های کوه بناهایی ساختن که در اون حتی مشخصات کوه و قله کوه به صورت مکتوب روی لوح نوشتن. قله این کوه به 2900 متر از سطح دریا ارتفاع داره. قله معلق از اون وقت. چه حس حالی دارید؟ میگم چه حس حالی دارید و بالا؟ عالی. تشریف بیاریم بالا. میایم بچه ها، بیاین ببینیم حس حالش. حالشو بدونی چیه. ترسم اصلا نداره. نداره؟ خانم منه که میترسه. اونم پشتش به شما گرمه. نگاه با چه کابلای محکمی وصل شدن به زمین. کابلا پل رو محکم گرفته. با وجود بره خیلی ترس داره. نکات ایمنیش هم رعایت شده. همه با کمربند وصلن به کابلای بالای سر. رو بچه نگو که هیچ فیلم نگرفته بودم. با وجودی که وسط هفته هست خیلی هم شلوغه. همه اومدن. وسط هفته نیست، راستی پنجشنبه. دارای استراحتگاه و آلاچیقای خیلی قشنگیه. بریم با هم ببینیم. بچه یه جای خالی پیدا کردیم، همش پر. دیدم فروغ خیلی قور میزنه، صداشو حذف کردم از صفحه روزگار. ما بچه ها نهارمون رو خوردیم و دیگه هوا داره کم کم سرد میشه. سوار ماشین شده که حرکت کنیم. هرکی جلو میره، ما عقب میریم.